سیاه‌چاله، یکی از مرموزترین و عجیبترین موضوعات در علم. سیاه‌چاله جایی در فضاست که نیروی گرانش اونقدر قویه که حتی نور هم نمیتونه ازش فرار کنه. عجیبتر از نور زمان در اطراف سیاه‌چاله است. یکی از ترسناکترین اتفاقاتی که اطراف سیاه‌چاله میفته گذر زمانه که به شدت کند میشه. اگه فیلم اینترستلر رو دیده باشید میدونید که کوپر و تیمش برای پیدا کردن گروهی وارد فضا شدن. این گروه چند سال قبل رفته بودن تا جایی رو شبیه به زمین که مناسب سکونت باشه پیدا کنن. کل این فیلم حول محور سیاه‌چاله و گذر زمان اطراف اون میگرده. اگه یادتون باشه سیاره میلر که نزدیکی سیاه‌چاله قرار داشت، گذر زمان اونجا خیلی عجیب بود. هر 1 ساعت توی سیاره میلر برابری میکرد با 7 سال روی زمین. What's this gonna cost us, Brain? A lot. Decades. گذر زمان اطراف سیاه‌چاله‌ها یکی از عجیبترین و ترسناکترین موضوعات در علمه. به طوری که شما اگر نزدیک یکی از بزرگترین سیاه‌چاله‌ها، در واقع یکی از پرجرم‌ترین سیاه‌چاله‌های شناخته شده، توی فاصله 1 کیلومتریش به مدت 1 روز قرار بگیریم، وقتی که برمیگردید به زمین احتمالاً نزدیک 1500 سال گذشته. به نظرتون وقتی وارد سیاه‌چاله بشیم چه اتفاقی برامون میفته و چه چیزهایی رو میبینیم؟ آیا از این مکان دیگه‌ای توی دنیای خودمون سر در میاریم؟ یا مثل یه تونل زمان عمل میکنه و میتونیم توی زمان سفر کنیم و از یه زمان دیگه‌ای سر در بیاریم؟ یا حتی وارد یه دنیای دیگه‌ای بشیم که قوانین فیزیکیش کاملا با قوانین فیزیکی ما متفاوته؟ ولی چطور ممکنه سیاه‌چاله‌هایی که خودشون بخش کوچیکی از این دنیای ما هستن دنیای دیگه‌ای رو درون خودشون جا داده باشن؟ حالا یکم بیایم عقب‌تر و ببینیم بیرون سیاه‌چاله زمانی که میخوایم واردش بشیم چه اتفاقی برامون میفته. شما زمانی که میخواید وارد یه سیاه‌چاله بشید نیروی گرانش اونقدر قویه که اگر با پاهاتون وارد سیاه‌چاله بشید پاهاتون نیروی گرانش بیشتری رو نسبت به سرتون احساس میکنه. در نتیجه یواش یواش کشیده میشه، شبیه یه اسپاگتی میشید که در نهایت پاهاتون از سرتون جدا میشه و متلاشی میشید. یه نظریه دیگه وجود داره که میگه در کنار، یعنی در واقع در اطراف یه سری سیاه‌چاله هایی که ابرجرم هستن همچین اتفاقی براتون نمیافته و شما میتونید سالم تا مرز سیاه‌چاله برسید. اما وقتی که مرز سیاه‌چاله میرسید و میخواید ازش رد بشید کاملا جزغاله میشید و در واقع زنده به داخل سیاه‌چاله نمیرسید. برگردیم به موضوع زمان اطراف سیاه‌چاله. حتی زمانی که شما دارید وارد یه سیاه‌چاله میشید، اگر برگردید و پشت سرتون نگاه کنید، میتونید تمامی اتفاقات جهان رو از گذشته تا به آینده مثل یه فیلم که روی دور تنده جلوی چشماتون ببینید. اشتباه نکنید، این فیلم علمی تخیلی نیست. اینا همه نظریات فیزیکن که خیلی از دانشمندا روشون اتفاق نظر دارن.